استودیو جی تی ای شو با افتخار تقدیم می‌کند. آقایی که ولو ببنده. آقا سلامتی غم خور جمع عید همتونم باشد مبارک. امسال اکثریت برخلاف پارسال حضور دارم، واجب عید و یه شمال بریم. آره داوش، پارسال که به خاطر میامورای طلایی تو شیاف شدیم تو جنگل، بیگسمو که ماشین رو به گاج داد، آخرمون خرس افتاد دنبالمون. آره خلاصه حاجی یه سفر مشتی لازمه بشوره ببره. شمالی که رایدر توش جنس نیاره بزنین شمال نیست که، سفر راهیانه نوره. بیا ساقی هستم، اینم نمونه کارم، داره تلویزیون خاموش میبینه. آقا سر را بریم رودبار یه زیتون بزنیم، این یوبوست داره زن رودهامو مورد عنایت قرار میده. خدایا سال نوی کمتر میخورم، فقط ناموسم منو نکش امروز. از شمال تصویب شد هر کی هم تا 5 دقیقه دیگه تو گروه حاضر نباشه باید با اسمک قبل حرکت توالت پارتی بگیره. بیا تو خودت بیا تو. سیزه یکم دیگه دیر کنه نظامش آباده. نه اونها شش اومد. من در نمیزنم میام با لگت، خیلی خوشحالم فهم میکنم رفتم من، میگن زن داره درگیر برچست. نه آی 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 آی. مگه از رو جنازه من رد بشید برید شمال. امسال من و رفقا داریم میریم اونجا، سی جی پسرم هم با من میاد. همین که گفتم خفه. بابا پدر من بعد یه عمری جمع شدیم ما جوانای شمال میخوایم بریم. ای خدا باز بساط شد. آقا پدر من با رفقای پیر یعنی پرتجربه و کوه علم شما پاشم بیام، اصلا من بابا به شما نمیخوره سنم، اذیت میشید. نه بابا رواله، اتفاقا همش گفتن اون پسر هویج تو بگو بیاد. راستی تو چرا از وقتی جی تی ای شو بوده همین لباس تنته؟ گشنه یه لباس بخر. بابا لباسو ول کن، اصلا چرا سویتو نمیبری؟ اون که فرزند ارشد بکش از من بیرون، تو رو اون امامزاده هاشم که سر مسیرمونه. رانندگی تو رو من سرش قسم میخورم سی جی جان. اسمتو میگم یاد موتور سی جی 120 میافتم. گامشا بیا دیگه، یا مرگ یا شمال با من رفقام. سی جی داداش نگران نباشی، یه جوری تو رو میکنیمت از این بابای خلوچلت سوارت کنی میریم. قربون مرامت رایدر، بیا یه دست لبا. میشه پرنده باشی اما رها نباشی. هرش نخور پسرم، دیگه پیری و شاشای پی در پی. الان میادی رفیقمون. آی زود باش دیگه. وقت اجرای عملیات هشدار برای کبرا 11 است. همین الان زنگ بزن. اردکی تنها به روی آبه. سیجی دادوش، ما دقیقا 200 متر بالاتر از تو مسیر خاکیم. یه جوری بگاز سری، بیا بگازیم سری، برم گازم بزنم ماشینو. داشمی به مولا رسیدیم شمال، واسه کلوچ فومن میخرم. پدر جان منم شماره دوم گرفت، برم یکم دورتر رفع حاجت کنم، الان میام. خدای شارکت نماز شکر طلب بزن به حساب. آقا بدوید فقط بریم که بگاجی نشه. سلام داد تنگت بودیم آشنا. تاک جانیه بریم نفر آلای. سه بچه آدم میشینی تو ماشینی. من دارم بخور میبازم به روز کار دلمو ورق فکر کنم بعد اون ضربه لازمه که پوشکمو عوض کنه باجی. بچه ها کسی سویتو ندید؟ نمیخوام دیگه بگردم. آقا کسی نقشه دیگه ای نداره؟ آخه یه دونه بی همه چیز پوشک بچه‌شو انداخت تو دریا، صاف خورد تو سر من زیرا. آقا اصلا سیزه رو نبریم، به خدا به این درد سراش نمیارزه. این داشتمون یه بار تو عمرش حق گفته باشه همینجا. برادرم ها، همه برای یکی یکی برای همه. گروه استری تا آخر عام. سیسماست. آقا یه فکری هستم، مگه جلوتر ایست بازرسی نیست؟
خب بریم اونجا منتظر وایسیم، CJ که اومد بیپیچیم جلوش. اونجا به مامورا میگیم این رفیق ماست، این پیرمردا اجیرش کردن، دیگه هم بحث قانونی میشه و باباش هم نمیتونه گوی بخوره. یه بارم مغزت به جا شکمت کار کرده. ایول آتیش کنین زودتر برسیم میسپاز رسید. داش رودبار یه زیتون مهمون تو پس بابت نیده نابم. باشه بابا انقدر بحث نکن. پخت بندر ناز بالا همه کی بگین ماشالله زلفای حنایی داره. ای جوان برو جلوتر بزن کنار. به سلام بر برادران نیروی انتظامی ایست‌های بازرسی، خسته نباشید. چه خب جناب سرکار مدارکم هم که تکمیل بود دیگه، همه چی هم روال بود. عیدتونم پیشاپیش مبارک. با اجازه رفع زحمت کنیم. به سلامت، ولی قبلش صندوقتم بده بالا یه بررسیش کنیم. چشم، شما صندوق عقب خودم هم بخوای برات میدیم بالا بررسی کنی. تو خیارشور شیاف میکنی انقدر نمک داری بچه. بی حرکت، تکون بخوری صندوق خودت آبکش میکنم. سرکار الان من بگم روحم هم خبر نداشته و احتمالاً اینا مال بابامه و دلیل این که میخواست منم باشون باشم و راننده باشم تا اگه لو رفتن همه چی بیفته گردن من. باور میکنی؟ ابلیس منم، ایل و تبارم سیب است. آخیش دلم خنک شد. درود بر برادران زحمتکش در جاده های زیبای شمال کشور. این هویج رفیق ماست که داریم میریم امامزاده هاشم، منتها پدر گرامیشون به زور میخواستن همراهشون باشن، ولی کل این اکیپی که پشت جوانت ملاحظه میکنی همه جیپ و پیکشون با همه و هم رزم و هم سنگرشون نباشه نمیتونن هیچ جا برن. بی زحمت اینو تحویل ما بدیم، برگشتنه یه فسنجون با رب انار مشتی ما خدمت شما میاریم، با همکاران غیورتون میل کنین. چیز دیگه هم خواستین سنتی در خدمت هم شیاف کنین که پس با همین همتون. سیجا یه تست دی ان ای بدیم ببینیم این یزید واقعا بابامونه یا نه. رنگ پوستش هم شبیه ما نیست یزید، مغزش هم خوب کار میکنه لاکرده. من موندم بعد اون همه تصادف با اون آردی فاکتاب چجوری اون شیشا تو صندوق عقب سالم مونده اصلا سیکیم ناموز. داش مثل این که یادت رفته ما تو GTA ایم، اینجا هیچ منطقی وجود نداره. موندم الان بابا داره چی کار میکنه. الان این رفقای فرتودم میخواستیم بریم امامزاده هاشم متوسل شیم، این پسر ناباب تو صندوق نچیزی گذاشته من رو هم خبر اشکال نداره پدر جان، شما و رفقاتون مهمون اداره ما یه سفر شمال برای کل تعطیلات عید. خورون دست سرکار. این چه پایان عید شما مبارک. شمالی که رایدر توش جنس نیاره بذارین شمال نیست که سفر رای نوره. من پارسال رای نور خدا کی به تو گوه اینا بدنه؟ مادرت. ایول آتیش کنین زودتر برسیم میسپاز رسید. چرا نمیشه؟ بریم. سیسماس این مرد پسره بود. سیسماس. آقا من در کنار آقای آرش برهانی هستم. یکی از فالوورها. دوستان آرش برهانی رو فالو کنید. قیافه آرش برهانی اونجا خیلی جالب بود. برگشتنی یه فسنجونی با رب انار چوف آی صدام گرفت مادر، صدام دو کاناله شد. چی شد اصلا؟ I'm getting my tax orange bitch. Fuck me and call me toxic, she no different. کی به تو آقا اینا بده؟ فوش بود؟ یعنی اصلا یه نفر همینجی فوش دادی رحمانیه جانی میزنی؟ به نفسه